حضار محترم، خواهران، برادران و تمام عزیزان، کسانی که در این راستا تلاش دارند یک نکته را متوجه باشند تا زمانی که واقعیت هزاره شیعه، هزاره سنی، هزاره اسماعیلیه، هزاره بهسود و دایکندی، هزاره جاغوری و ترکمن، هزاره پنجشیر و فاریاب و بدخشان، هزاره قندهار و هرات در یک واقعیت به نام هزاره ادغام نشود، پیروزی هزاره ها در نظام سیاسی کشور ناممکن است. اون هزاره که امروز اینجا جمع میشه میگیم مزاری، ولی 28 سال ما مزاری را از دست دادیم. در این 28 سال ما نتونستیم تفکر مزاری را تشریح بکنیم. ما گفته های سیاسی مزاری شهید، گفته ها و طرحهای مزاری شهید را کالبد شکافی نتوانستیم. چرا؟ خیلی ما فرهنگی داریم، فرهنگی های ما خیلی کتاب ها ما نوشتیم و هر کدامش هر کسی دیگر حساب نمیکنن. اما ما چقدر تونستیم در عرصه سیاسی پیشرفت داشته باشیم؟ نداریم. ما در این 20 سال چی دستاورد داریم جز این که ما از اهداف مزاری شهید فاصله گرفتیم. ابر مردی که تاریخ را رقم زد، ابر مردی که تاریخ را رقم زد، به ماها سرنوشت را قلم زد. هر آنچه گفت تا آخر همان بود، هر آنچه گفت تا آخر همان بود. بر روز سختی او با ما قدم زد. کی بود او؟ همان مرد پیر و پرچمدار ما بود، مزاری رهبر و سالار ما بود. مرا خوب راهنمایی کرد آن روز، مرا خوب راهنمایی کرد آن روز، برایم جانفشانی کرد آن روز. همه بنبست را برداشت از راه، مسیر را پختکاری کرد آن روز. کی بود؟ همان مرد پیر و پرچمدار ما بود، مزاری رهبر و سالار ما بود. دوست برایم جانفشانی کرد آن روز، همه بنبست را برداشت از راه، مسیر را پختکاری کرد آن روز. همان مرد پیر و پرچمدار ما بود، مزاری سرور و سالار ما بود. او میخواست این وطن آباد باشد، او میخواست این وطن آباد باشد، تمام مردمش آزاد باشد. هزاره، پشتون و تاجیک و ازبک برادروار در این خاک باشد. همان مرد پیر و پرچمدار ما بود، مزاری سرور و سالار ما بود. نمیخواست او دیگر ظلم و ستم را، نمیخواست او دیگر ظلم و ستم را، نه بالا و نه پایین و نه کم را. چقدر بنویسم از یاد تو بابا، چقدر بنویسم از یاد تو بابا که عاجز از توصیفت قلم رو. همان مرد پیر و پرچمدار ما بود، مزاری رهبرسان. تشکر.